مادرش در زیر جیرای برق عمرش را برمحل برباد. زفس پسر نارسیده خود را به بغل گرفت و در زیرش پنهان کرده گفت بیا پسرم، من تو را در بطن مردانه انجام میکنم و به تو دیانیس نام میگذارم. وقتی فرصت فرا رسید زفس خدای شاخدار را تولید کرد و از ما برای تاج از سما مدیامین جانب این رسم است و کبانوان نازنین سر خود را با ثمر این جانور زفت. اما چشمش من خداوندم. آره خداوندم، لیک به شکل صورت آدمی نزد شما آمدم. To dust me,
خدا روان بشویم، مسئول دیانیست روان بشویم.
میلم بشر را بینا باشد دایم گوشم به نیور باشد دایم های کیست نفتی در بوده زود بیا من باید با خواجه واخورم او اقامت خمیده و من موی سفید امروز چوبدست به دست گیرم و پکیت نبرید پرداخته سر سفیدمان را با عشق پیچان آرام و تارا دیم گر کوزگران خاکی منا کوزه کنند آن کوزه پر از شراب باشد دایم رفتیم و سرایم فرصتی مقامدن نیافتم پیری خیرمند را اخنه آواز شناختم این پیچی سان این راهن برتنم دیگه آره من این کام تا قدرتی هست این روز دلم نکاهد این دیوانیس را بس سازم عرض گذارم خداوندی بر یزاهیر شده مدیره من است از محترم آدمی چالاک و توانا مصلحت غریب هستی همانی موی سفید موی سفید روزگار دیده باور دارم ایستا مگر همین طور نیست؟ همین طور نباش من بگو چگونه رقصم چطور پایمانم و تیر را نصر افشان تا قدرت در نهاد خود یافتم و آمده ام با چوب دستی مخه زمین کوبم دیدم که خوشحالی بار سالها را از راه آدم نباید بود و پس احساسی سبوکی میبخشد من هم در چنین حالم ای خواجه‌ام جوانم و وطنی و قیام یه درآیم ما مگر در این بزم و شادی تنهایم کجایم دیگر شهروندان روز دیگر آدمی با عقلیاب نشد پس شروع مادی سامن ترسی دست بیده انا دستی من ای خواجه‌ام اون رو به دستانم دیدیش نه من قدرتی نفرت به خدایان ندارم من برده‌ام بله نزدی خدایان دانایی و خودنمایی هیچ چیز نیست روایت و وصیتی پدران همچون ایام کهنه و قدیمی مکنیان سخنی که رد کرده تمامد بیگناه خردمند در فضای عقل و ادراک معلق بماند وانگه دیگران تنه خواهند زد شرم و حیا آر و ناموستان کجا شد باز موی سفید از گل و برگی آشتی پیچان تاج بر سر نهاده برست در آمدنی تیرسی آفتاب برایت نمیخواندد وظیفه من تو را حمایت کردن است من الان میرم این پیک شاهیگی را از من قبول کرده بود به اینجا آمد و خیلی در غضب است او گوش کنیم و چی ها میگفته باشد برخانم برگشتن زمان از 4 خبری ناخوش میشنوم بدبختی مگر ناگهان هستگی پا برآمده است که فیوگیان هم خانواده فرزندان را پرداخته کار به کار سرسری میگردند به رقص و
میپرستند خدا دیانیز را نمیدانم چه خداست. خدا چی؟ قطاری ظرف‌های شراب گذاشته بود، مست و سرخوشند. و این حال و خبانوان پنهانی یک نفری و درونی پیشه می‌دوند تا لذت وصل مرد بچشند. بعضی ها را دست گرفتند، در حبس خانند کنند، موی سرشان را خاک می تراشند و آنهای را که از نظر ما گریختند همه را در کیفران دست میگیریم. خلاچه باز میگویند کدام یک جا بودن اصلیه و دیاری ما فیوه آمده است. موی سرش سراپا دلارنگ و خوشبوی از سحر و جادوی افرادیت برخوردار است. ولی چشمانش شهادت میدهند که فریبگر است. فدراغوشی دختران بانها احتراسی آسمانی خدا را یاد بدهد. اگر به دستم افتد چه زارش خواهی کنونی؟ گوشهایم باور نمیکنم. من از آنها چه انتظار شدم وقتی شما این بر لباس ببر کرده. این خیر رفتار چوریس خیرتمندی ساحل و پدر محترم گویا به حالم خونده. این
و دستت را از شب دست آزاد بسازه. وقتی که در کشور خورسندی و نشاط را جاری کردن میخواهم، تو وحشی میخواهی من کنی؟ چرا با ما نیستی؟ چرا بیگانگی میکنی؟ اثبات کردن میخواهی که از زواده خیالی خونخوار مخلوقی وحشی هستی که با خدایان میجنگی. دفاع نکن، نه خدایان را نه کدر را که پشت گندم کش کرده است پرستیدن وصف کردن نمیخواهی؟ عاقبت اولاد را شرمسار میسازی. آگیانیست ما را نجات ده. و زمان استعداد امیدی کامل وقتی دارد از عقل دور است. نمیرم سلسله و عذاب انگور شاکی یافته است و به بندگان داده است و سینه شیرینی غم را زمانی بدبخت شراب انگور سیر می شود. خیال غم و خواب و خور به گوشه فراموش می رود و داروی بهترین از رقت می تابد. اما تو پنپه تن بده نباید پادشاهت امر فرمایی آدمان باشد. اگر عقل کفته باشد پس فکر کن. خود باوری حکومت چی معنا دارد؟ اما دیانیست نباید زنها را در عشق ورزی خود باوری را نماید. زمانی که خلق نزدی قدر جمع آیند شهروندان پنپه را وقت می نمایند. تو راضی خانه هستی دیانیست نیست. همچنین جگربادم اینه که به تو هدایت خود داد از تجیب خانان مگذر در حلقه ما باش. حالا که پین پیتن جانت بشکست است بیا از عاشق پیشان بر سرت تاج دهیم شرف درود و وقت خانیم. باش گم شو مای سفرت برم مای خانگی کن حبلهی حقیقانت را بر من بچسبان برای حقلی کاستد مربیت جواب میگوید. شما و دیگران در فیوا از پایین بازداشت مرد زمانند لیدگی شود. آیا که کسانی گشتار شدید آورده جاگه نگاه را داخت است. دست و پا بسته زنجیر بند سن خوردم باشد نزد من بیارید. های بدبختی ناپاک چرا میگویی؟ عقل باخته بودی باز به بطفت افتادی. عقل تمکین انسان را حمایت میکند. رفتیم ای خواجم عبادت کنیم از بحر شفایی این دیوانه بر غضب آمده. باز خداوند برتری شهر دیگر یکان آفتی بیشتری ندهد. عاقبت شکست آوری پلید و بیشرف و ابله بیشک انیق است. عقل و تمکین انسان را حمایت میکند. عقل و ادراک و تحمل پاسبان انسان است. به این وسیله زندگی خبیث عصر میگذرد وقت منتظر نیست. خدایان با عقل را میشناسند. بهر آرزوهای خیالی شده تو بخت را از دست میرهانی. خدایان بیشرف را میبینند. خب این خیل آدمان به نظرم بیمار یا ابله میتابند. با مردم مصیبت را انتظار شوید. جست و چالا
ترافتت از دو بری رویت آویزان و دلکش میتابند و پشتی سفیدت را نه در آفتابی سوزان بلکه در هوایی سرد و مساعد پرورده ای خاصه زمانه که به زیباگیت که پرید این نازنین را میره بودی دیگه صاحب احترام از ذاتی کی و از کجایی دپانه تو دپانه خدای ایستاده دیانیس هستم. احمد رو تو شکنده نکن تو یک بنده خدای شهر شکوفای اتمار از حدی قانون نکن ما باش دیدیم بازنم حالا که تو زنده ما باش همه نزاکت و اسرار از کجاست خود دیانیس بیسر زک هدایتگرمان بود برو میاموخ شفت انگیزی چی مگر زفت خدایانی نو را به دنیا آفریده بخشش و خوشبختی بنده خدا اگر به عالمی خدا پیوسته اسرار آنها را نکرده باشی چه که خوشبختم چه که خوشبختم چه که خوشبختم در مخلص جمع کنی تو ماهیر شما شبانه خدمت گزینت یا روزانه البته شب تاریکی جذابیت دارم. در تنگنای شب زنها از ره زدن آسان گویا که آنها را روزانه افراد دادن امکان ناپذیر است. تو فراموش کرده ای که این چه اقدام است و تو کی هستی؟ من کی هستم؟ من کی هستم؟ من بخشش و خوشبختی بنده خدا اگر به عالمی خدا پیوسته اسرار آنها را درک کرده باشی چه که خوشبختم چه که خوشبختم نمیدانی چی کار کرده ایستاده ای. حتی از نامت روی بدبختی میارتن وی. تو را برای این رفتارهایت خدا جزا میده. ولی من در آن سوی خدا را نمیبینم. او همینجاست. تو که ناپاکی نمیبینی. از بند توری رها نمی‌یابی. زنهای را که همراهت آورده ای میفروشم چون کارگر زن منفیتشان میرسد. ولی بیدان تو را برای رفتارهای نام خود دیانیس امانه که کردن نخواستی جزا میگرد. خدا بیناست.
کی مراجعه میزنه؟ باباسی و خواهر من جیغ میزنم پسر سمله و زفت جانان بهار شده است و کی می آیی جانان بهار شده است و کی می آیی جوان وقتی گلی خار شده است و کی می آیی جوان تو وعده به برفای زمستان دادی
کار می‌آورد. این است جنگی حاصل جنگی بنده با خدا. یک چون دیگر غم و خیال جلفه‌ای نیست به نزد شما میروم نازنینان. غضبش را به حزم میگردانم. خیرمند باید تحمل پذیر باشد. من به تو گفته بودم بلفی الان یکی از آنها را تلفن‌ها شناختند. این مادری حکم فرما عقب بود و دو خواهرش. آنها در آنجا چگونه افتادند؟ آنها از برگ و نوده‌های صنوبر و برود جایگاه آراسته به راحت می‌خوابیدند. در آغوشی کوه‌ها یا در آغوشی آسمان؟ ناخود عقب از جا جهیده برخاست و با آوازی بلند دیگران را بیدار کرد. آنها مویهایشان را به کیف انداخته و تن لباسی نیم برهنه پوشیدند و تنشان پوستی آهوی رنگ را پوشیدند و میانشان را با مار پیچاندیدند و مار روی آنها را می‌لسید. گوگازاکو اشهر تو شاه وقت هر آن لحظه می‌زدی. اگر همه این را با چشمان خود می‌دیدی و پیش پایش سرخم می‌کردی. یکی از چوپان‌ها گفت بیایید از گردابی بازی مادر شاه عدوه را می‌دوزدیم. این به شاه محکوم می‌شود.
با شنیدن آواز چوپانها عطاور فریاد زد زود اسپچگان و کبانوان مردها را داره آنها را پاره کنه. چوپانها بدون از درد آنها خراب بودند. یک بانو و پودا در افتاده یک مادرهای سیدهش از شیر دویده را کشانه میکرد. دیگری یک بانوی را پاره کرده شکمش را به یک طرف و در کشش را میکرد اندر پرتاب و باقی ماندهی یکتین گلازین را و بالای تنگ هوا دادند و سری بردگاه‌های ساختن را من خودم همه این گپ ها حقیقت است. موجودیت او را اعتراف نما و این بیسر و سامانه ها خاتمه نیابند. من خودم این بیسر و سامانه ها را خاتمه میبخشم. آخر من شاه پسری اخیان خونخوار هستم. های جوان خدا حرکتی نباشد خداوندی بزرگ است. خدا اطاعت نما نمیکنم راست است یا دروغ از روی شنیدم خداوند و آدمان برای تسکین درد و غم انجام داده است. خدا بگو بی شراب کجاست عشق و محبت بی شراب کجاست خوشنودی برای حاکمی بیدادگر سخنی آزاده گفتن خفناک است. اما من میگویم ولی از هر خدایان دیانیست قوی تر است. خداوند شما برای تسکین درد شراب را آفریده است. یعنی به شراب عشق و محبت نیست. به شراب زندگی نیست وجود ندارد. اینک به اینجا هم رسید چون علنگه سوختار خزینه آمد. چه شرمندگیست برای یونانیان. فرصتی انتظاری و اندیشه نماند. گشنه شما مرد هسته. شما غرور داره. شما شمشیر داره. شمشیرها را برداره. ما به یوریش ببرایم لیک زنها. چی آفت است. چی آفت است. وقت زن مرد را تحقیر بکند. چی آفت است. نزد خدای اول قدرت اطاعت کنید. زیرا او خداست. یعنی نمیگذارد که تو و بانوان را از کوه برگردانید. از آن که با او سر به سر
شده بهتر است که به او قربانی آری. تو انسان ما خدا راضی باش که از بندم رها یافتی وگرنه باز دوباره میبندم. بله قربانی میارم از برای دنیز در درهای کفران زنها را سر میزنم. دوستم حالا این کام است که کار را به نیکی انجام دهم. من خودم اونها را به جنگ به نزدیک او برمیگردانم. تو احمق میخوای از چنگم تا آسانی رها یابی. بزرگای آنها کجاست؟ نشان ده. تو میخوای آنها را بسیار 1000 کنده میدادم. چی باعث شد که در دلت دیدنی فهبه بانوان را برد؟ من آنها را مست و شرمسار دیدنیم. روزی اول در دلم تخمی محبت کاشتی، روزی آخر از همین غمی تو دل برداشتی. تو میخوایی با خوشنودی و خواهیش این فاجعه را ببینی؟ بله زیر درختی صنوبر نفس نبرآورده چین ننشستم. هر کجا پنهان نشد تو را در میآمد، به آنجا نرسیده تو را میکشد. از آمدنت اگر خبر نداشتم یاره، هم در عجب و عجب و من در عجب است یاره. به پدراست با آنجا من تنها نمیروم، همراه هم میروی. یعنی که براه میبریم. بسیار خوب، من آماده. زودتر وقت رو از دست نمیدی. ایستا تو اول باید لباس زنانه بپوشی. صفصفی جان پیاله پرمای کن، شیرین زبان پیاله پرمای کن. چرا؟ مگر با شماری زن خودش بدرویم. البته آنها مرد را بینن نکشن. آفرین راحت و تجربه. این سنت را با من خودی دنیز داده است. بهترین اما چی سال به ثبوت رساندم؟ در همانجا در نزد قصر من به تو لباس زنانه میپوشم و به دستم شکست میدیم. در لباس زن مرد مسافر شرمم میآید. یعنی که از دیدن آنها دست و دل شستی. نمیخوام. بگو بدنم چی پوشم؟ شیمت را کشیده به جایش ازار زنانه میپوشی. بسنه روی ما میرم. توانی لباسی زنانه پوشیدن ندارم. یعنی با آنها در محاربه خون ریختن اولاتر است. همین خیلی چرا عاقل کند کاری که آرد پشیمانی؟ در کلاس تحقیر زنها اینش به هر حال بهتر. ملاحظه دارم که چی بهتر جنگیدن یا از دامان مشورت تو گرفتن؟ وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا، شدگی مست چرا، یالا بر دست چرا، تا بگه کشی با بگسن مست چرا، وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا. زنها پنفیل خود با آغوش مرد می رود و او را جزای بهبه بانوان انتظار است. وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا. نیست زان قریبی و بهر جزا یاری می رسانی. رغبتش را بیدار ساز، دیوانه کن دیوانه. وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا. هیچ نخواست از روی عقل سالم لباس زنانه بپوشد. بگذار از عقل دیوانه شود. پاداشش این است. وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا. و بر اثر تهدیدهای دیروزش نزد فیوگیان خنده‌سار بماند وقتی که با لباس زنانه به نزد ایشان برود. وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا. اینک بروم لباس پنفه را پوشانم و با همان لباس از دست مادر کشته شده
به آغوش مرگ برود. وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا، وای شدنی مست چرا، یادم بنده است چرا، تا وقتی کشی کشی باده ایستن مست. وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا. فری! تو میخواستی ببینی و دستنی به کارهای من داشته. پنفی بدبخت تو احتراز رو میجویی. اینک از خانه برا و ببین مادرت را که چون به بانوان میرخصد. وای 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 مستی چرا، وای 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 مستم چرا، وای وای اوه به خیالم من دو افتاد را میبینم و فیوه 7 دروازه دار نیست دو تا میتابه. تو مردی مسافر به نظرم برزگاه می نمایی. انا شاخهای بالای سرت را میبینم. تو بیشتر هم درنده بودی. بیباس برزگاهی عنایت خداوند پدید آمد پنفی. تو همانی را میبینی که باید میدیدی. تو خالم رو ببینی یا مادرم رو؟ ظاهرا به هر دو بانو مانند. افروخترین چهره زیتابی عرقی شد. مردی مسافر اینجا بین از طرف راست کشان آمده است، از طرف دیگر درست بگو. من چوب دست را و کدام دست بینم تا به محوامونی اصیل تبدیل یابم. بر دفتری دلهات چی بیشتر زدهی پا. طبیعیست که به دستی چپ بگیری و به پای راست تکیه زنی. به فکر من کیفران و فهمانمان را به کیف برداشت نمیتوانم. بسته عقلت سالم نبود، حالا به جایش آمده است. عقلم در جایش. مرا رای کلچه های کلان ببرد. به این کارنمایی من خود قادرم. تو پنفی خود تنها از برای شهر جمع بودی. حالا میروی تو را مبارزه سزاوار انتظار و کش برای نجات پنفی. تو را به آنجا رسانم و از آنجا خلاص بکنه. در آمد همه نمایش دادم. برای همین را میروم. تو نمیروی، تو را برداشته میبرم. من دبدبه من دبدبه مادر در روی دست. برایم حضور فراغت بیام. اگر این رو حضور فراغت من سزاواری شهرتم.
داد خانه کدم پیر من برایت بگیریم هرچند غلامم تو از که فیرانه چه حادثه رخ داد؟ بیدان شاه پنپه دیگر وجود ندارد دهنیز شرف به تو خداوند بزرگ چه گستاخیه به خاندان ما بدبختی آمد اما توی زن خوشحالی میکنی من با سرود اصطلاحگران خود وصف خدا کردم دیگر از بند غلامی نمی هراسم امر فرمای من دیانیس پسر زفت امر فرمای من فیوگیانده بگذار شاد باشی اما ای زن با آوازی بلند از بدبختی بیگانگان خوشحالی لازم نیست چگونه بدبختی بی عقل حلاک شد بگو یا به گردابی جنایت کارانش خودید در آن در جلی اطرافش پر از خرسنگ و درختانی کاج در جایهایش آبی صبح و بیغبار روان در زیر درختان و کبانوان نشستن آقنینان هر کسی با کار خود مشغول یکی به آشوقی پیشان به پیشان به چوب دست دیگری با آوازی وقتی سرود زمزمه میکرد ولی پنپه آنها را نمیدید شمایان کسی را فرستادم که وی به شب پر جوان دوستان من برای شما کسی را فرستادم که وی به تمام شب گناهکار جزا بیند بگذار گناهکار جزا بیند گناهکار جزا بیند بانوان از جای برخواستند از هیجان به هر طمیه نگریستند اگر به آواز خدا را شناخت و همه را بیدار کرد دیدن بالای چند پنپه نشسته و او درخت دیدن پنپه با نبض خود را محافظت میکرد و آنها چوب دستها را به طرفش هوا دادند چوب دستها نمیرسید چون که پنپه بیچاره بلند نشسته بود آنها زیر سنگ را کافتند نشد اگر و گفت بیاید دوره گرفته آن سنگ را تیله دهیم شاید آن جوان از بالای سنگ بیفتد و تیر و اطراف ما را فاش ننماید و همین طور هم کردم پنپه جان آبی جانکای کرد از بالای سنگ بدنین افتی و اگر اولین شده بدنین گرده رفتی و خشمگینانه دستی چپ پنپه را گرفته پایش را بدنین گذاشت و کلیش داده دستی را کند چه خیلی بدبختی خواهر عدم از دیگر طرف آمده گوشتی او را میکند دیگر خواهرش هم به او درفتی پنپه آهی جانهای کنده نفسهای آخرین میکشید بانوان شاد و خورم با پسمانگه پنپه درفت دیدن پای را پاره کردن یکی دستش را کشانه کرده میبود دیگر پای اتارش را سیمی باشد کلده ای او را از درد جدا کرد اگر وی لیمون افتا کله پنپه را چون رمزی زفر کله جانور پنداشته و چوب دست خرانی و سراسری که پیران آسوده حالانه قدم میزد اینک اگر وی لیمون افتا از سیدی کثافت باری خود وقت برقرار میکرد که در شکارش مددگارش بود اینک اگر وی لیمون افتا حالا به اینجا را آمده است از من خود را باید دور گرفت بله خاکساری و خدمت خدا این یکی از صفتهای بهترین است هر کسی در حیاتش آن را مقدس بشمارد بیشک خردمند است
خوشحالی کو جانورا شناختن ممکن کو این سید کیست؟ من اولین شده دست گرفتم وحشی جانوری جوان وحشی شکوفا وحشی زیبا واه یا باگم بدن چه سرپش آره خدای ما شکارچی ماهی خیلی استکار و مامنت ها هم سفران نازنین را سایز های برد شاهنشاه در شکار هم تا تو را وصف می نمایی البته وصف میکنم فیوگیان همراه اما پسر او مرا تعریف میکند برای سید گرفتن نه برای آن که ما در شهر تولید شدم شرف به تو در پرتوی شهرت افتخار میکنی نباشد چه علیه سید غنیمت که سراسری فیور را بهای راد انداخته است کرامت شایسته است اگر ها کاسه صبرشان لبریز شد عاقبت سید شکارت را نمایش ده بیاید نظارت کنه انا غنیمت ما دخترانی کدم جانور را دست گرفته اینجا نیزه های خودی فیصلی دخل ندارد ما جانور را با بندیدان نه بلکه با انگشتانی دستانی سفیدمان داشته ما جانور را دست گرفتیم و بدون کارت و شمشیر جسدش را پاره کردیم فاجعه گوش نشنید جسدی درو دراز گفتم پارا از هر کجا جمع آوردم علمچی گستاخیه گوش نشونید دست دادن دخترانی من پدر تو فخر بکن بدان که کسی هنوز از بندگان این گونه دختران را به دنیا نآورده است تو از خواهرانم افتخار کن ولی بیشتر
بر همه می داشتم. تو موی سفید دوستانت رو دعوت نما و بس می شد کامل. مگر تو از سید پرشرف دخترم مشهور شب نمی افتی؟ اگوا این غمان دنبال سر تو دنبال سر من ها آن خداوند دولت پیشه بود آمد ولی بیرم حتی با اولادان خشم شبخند نکرد. پنفه ایمان کجاست توه؟ بیگذار برایم و به سنگ مادری خوشتاله نظر کنم. ها؟ پدر سر کرا حالا در دست داری اگاما کرا؟ این جانور با من خدا میتر گفته اونجا. درستر بینگر این کلا مگر بسری جانور مالنده انا جسد با عذاب پیدا کردم. نخواه به دیوانگی مادر پسر پاسخ گویم. چون شما او نخواست خدا را بشناسد و بسری همه بدبختی آورد. پنفی شما کل اولاد نابود شد و من موی سفید که خدایان پسر ندادند مجبورم بر روی پسر بدزاد بنگرم که به رحمانه و شرمنده بار کشته شده است. فرزندم اهل خانواده‌ام با هزار آرزو بر روی تو می‌نگریست. تو پشت و پناه همان بوده. تمام شهر از تو به وجد می آمد. پنفی و تقدیر من موی سفید که بر روی تو می‌نگریست کسی به خیالشم نمی آورد. اکنون احتمال شاید مرا شرمنده‌وار از خانه رانند. ای بنده خدا گر به اوج آسمان رسیده روی مرگ را ببینا بر خدایان اعتماد آورد. موی سفید با تو رحمم میآید. هرچند که پنفی شرابی تلخ نوشید اما مزه‌اش بحر بابا تلخ‌تر است. این را به شما من میگویم. دیانیس پسر زفس که نه از بنده از خدا رویده. اگر شما در نهادم تولید زفس را اعتراف میکرده من حالا به شما همچون اتفاقچی صداقت پیشه بختتان مینمودم.
ما گناهکاریم دیونیس شفقت کن. زوز شما به خدا دیر رو آورده. گپت حق است ولی آیا تو به حد سخت گیری؟ من از بندگان تحقیر زیاد دیدم. ولی آیا غضب بندگان و خدایان خاص است؟ پدرم زفس همه را بربخت حل کرد. تمام و سلام و سفه تاریکی بدرغه تاریکی بدرغه. چی چاره؟ تقدیر از دو سر پیش می آید. سلامت باشد اگر توانید هرچند که به حد دیر شده است دخترانی بدبختم مرا نزد خواهرانم برید. بدبختی آنها را همراه خود بگیرم بدبختی تا عذاب راندگی را به هم بینه. بدبختی هم گشتی که را بدبختی هرگز چشمانم نبینم. بدبختی ظهورات مختلف اراده آسمانی اسرارتان را بندش درک نمی کند. چقدر آرزو و امید برباد رفته بدون که خداوند اکثرا غیر چشم داشت لطف و عنایت می کند. اما این لحظه فاجعه ما انتها می یابد. ما را ببخش